سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. این نقاشی که میبینیم همشون رو کاغذهای معمولی کشیده شده. ببینید، یعنی رو کاغذ آسه کشیده شده و کاغذ رنگ روغن هم هست نقاشی ها. یعنی من خواستم بگم لازم نیست شما روی بوم بکشین. حتی ببینید من مثلا منظره رو کشیدم، گل رو کشیدم. ببینید اندازه های مختلف روی اینم کشیدم اینجوری. به این صورت هم چهره کشیده، هم منظره، هم گل. چهرهایی هم که بعضیاشون شماها میشناسین و حتی حالت کارهای فانتزی هم کردم روی کاغذ. یعنی اومدم نقاشی رنگ روغن اینجوری کار فانتزی روش کردم و اینو کشیدم. اینم که میدونی فاطمه سادات عزیزمه که خیلی دوستش دارم. اینم دوباره چهره‌های معروف هستن اینا هر کدوم که کشیدمشون به این صورت. و اینم که همینجوری خواستم یه دونه نقاشی رو بکشم روی کاغذ، یعنی همینجوری یه طرحی زدم. و همچنین این ببینیم بچه، این سیاه قلم نیستا، این هم رنگ روغنه، ولی من حالت سیاه قلم کار کردم و روی کاغذ کشیدم. این رنگ روغن هستش، چیزی نیستش، سیاه قلم نیستش.